داستان‌های برگرفته‌اش از کتاب مقدس. گناه وارد جهان بود. آدم و آیی همسر در باغی که خداوند فراوان جور کرد زندگیش کرد و خوشحالتن. هیچ کجام شاوان پچی به ویتی گرهش نداشت و ششی که لوچتند خجالت نکشتش، چون هنگت هیچ گناهی به دنیای تها وجود نداشت. آوان به باگت راه شدند و گو خدا خبرش داد. به باگت یک زیرکی ماری هتد. آشا جناب پرسید آیا حقیقت داری که خدا به شما گوشته هیچ کجا میوگن که به درختانی سرایند موارد؟ جن برایی جواب داد اما اجازه دارن شموچ درختن بورن به جز درخت شناخت نیک و بد. خدا به ما گوشته اگر شما شا درخت میوگن بورید و یا آیر لمس کنید همه دمه میرید. مار در جواب به جنا گوشت یه حقیقت ندارید شما و نمیرید. خدا و زاند که وقتی شما شا درخت میوگن بورید مثل خدا و بید، مثل آیی خوب را شبدا تشخیص دهید. آ درخت جنه نظر زیبا یاد و همچنین لوتت گرد چیزا بزاند. بنابریشی آ میوگه درخت چت و ورد و بعد به ویتی مردا هم که آدنت داد و آ هم ورد. ناگهان آوانی چند پاچ بودند و شویتی لوچی زانتش که لوچتند. آدم و آیی همسر تلاش کرد تا گوانجیر برگه درختن پوشش پاوتی بدن جور کنند. و بعد آدم و آیی همسر خدای تواره که به باگه راه شد اشکتش. آوان بطرش خدای دیما پنهانش کرد و خدا آدم را توار کرد. کجا هسته؟ آدم جواب داد تی پاده تواره به باگه تها اشکتن و ترستن چون لوچتن و بطرا پنهان کردن. داستانی برگرفته کتاب مقدس کتاب پیدایش فصل 3.